17 سپتامبر سال 2022 در جماعت چورکوی اسفره یک باره نماز جنازه 8 نفر از قربانیان درگیری‌های روز 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دایر شد. 6 نفر آنها از یک عائله بودند. 2 زن و 3 فرزند آنها، از جمله یک طفل در بطن مادر و بیبی این کودکان. سید عبدالله نوردین، ژورنالیست مقیم اسفره، اسم این شهیدان از یک عائله را نشر کرده است. سردار عائله فیض و مهیاخان، سال تولدش 1969. کلین خاندان بهرامزاده دلنوزه، سال تولدش 1993. کلین این خاندان اکتمزاده صداقت، سال تولدش 1997. نبیره این خاندان امردینزاده اسامخان، سال تولدش 2016. نبیره الهامزاده امران، سال تولدش 2017 و یک کودک در بطن اکتمزاده صداقت بود و بعد 1.5 ماه باید تولد میشد و اون هم شهید شد. بنا به نقل سید عبدالله نوردین، روز 16 سپتامبر اول یک سناریاد نیروهای قرقیزستان به خانه استقامتی این عائله در محله تگ صده رسیده دیوار این خانه را چپه کرده است. بعد افتیدن سناریاد ساکنان محلی کودکان را به بیمارخانه دهه نیمن انتقال دادند و از بیمارخانه نیمن توسط ماشین یاری تاجیلی میخواستند به بیمارخانه مرکزی شهر اسفره برند، ولی در راه در بالای کوپروک دهه چور قشلوق ماشین یاری تاجیلی به حمله نیروهای قرقیزستان دچار شده است. در نتیجه این حمله 7 نفر به هلاکت رسیدند، از جمله 6 نفر از این یک عائله. صرف نظر از اون که مناقشه اخیر در مرز با عیب کی سر شد، این سوال ذهن کسی رو نمیتواند آرام بگذارد که این 3 کودک معصوم یکیش هنوز حتی دیده به جان نکشوده بود و همین طور مادران آنها و بیبیشان چه گناه داشتند و برای خون ریخته این بیگناهان کی باید جواب دهد؟ در آن دنیا که این گناهکاران هم به سزای اعمال خود خواهند رسید، ولی در این دنیا برای خون آنها کی را باید به محکمه بشریت کشید؟